رسمی وزارت تندرستی تاجیکستان که شام 19 ایول نشر شد، در یک شبانه روز آخر در کشور 52 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است. از زمان اعتراف موج نو این بیماری در تاجیکستان، این 52 حالت بلندترین رقمی است که در یک روز مشاهده شده است و از آن درک می‌دهد که مقیاس پنجشوی ویروس در کشور روز تا روز زیاد شده ایستاده است. وزارت تندرستی همچنین خبر داد که در یک شبانه روز آخر 41 بیمار از کرونا ویروس شفا یافته، متاسفانه یک نفر فوت دیده است. روز 19 ایول رسانه‌ها درباره از کرونا ویروس در سن 62 فوتیدن کارگردان شناخته سینمای تاجیک سفربک صالح خبر داده بودند. سفربک صالح تقریبا یک ماه باز در بیمارستان تحت طبابت قرار داشت. روزهای آخر او را به دستگاه صنعی ایویل پیوست کرده بودند، ولی طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجات دهند. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی، از آغاز پاندمی تا شام 19 ایول در تاجیکستان 14177 حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده. از این شماره 13758 نفر یا 97% از شماره عمومی بیماران شفا یافتند، ولی 112 نفر جان باختند. تنها از اول ماه ایول در تاجیکستان الکی 22 نفر تومه کرونا ویروس شدند. از آمار رسمی وزارت تندرستی برمی آید که فعلا در تاجیکستان 307 نفر گرفتار کرونا ویروس تحت طبابت قرار دارند. منتقدان بر اینند که آمار وزارت تندرستی همه مقیاس واقعی پنجشوی کرونا ویروس را در تاجیکستان بازگویی نمی کند و شماره رسمی گرفتاران و قربانیان پاندمی در اصل خیلی بیشتر است. منتقدان همچنین مقامات را برای نااندیشیدن تدبیرهای کافی در مقابل موج نو کرونا ویروس عیبدار می کنند و ترس دارند که در پی عید قربان مقیاس پنجشوی پاندمی باز هم خواهد افزود. یادآور می شویم به فرق از ازبکستان و روسیه، در تاجیکستان با وجود خطر پاندمی به برگزاری نماز عید در مسجدها اجازه دادند.